سلام دوستان عزیز، بسیار راحت است راندن ولاسپد ناحیه رودکی. راستی امروز ما یک تصمیم گرفتیم بنابر سبب آن که دوچرخه‌رانی ولاسپدرانی و سلامتی بسیار فایده دارد. از قسمت ساعت‌های 3:30 بود به فکرم راه پیش گرفتیم. با همین دوچرخه‌ای که می‌بینید راه پیش گرفتیم از مرکز شهر دوشنبه طرف ناحیه رودکی، یعنی تا کلخوز لینینگراد و اون طرف یک دو دهه دیگر رفتیم به نام دیرآباد، استقلال 4 و اکنون برگشته آمدیم. خب رفتن آمدن ما به حساب میانه یا تخمینی بیش از 35 کیلومتر می شود تا به اون مکانی که رفته می رسیم.